ساکنان و مهمانان شهر باستانی سمرقند نخستین بار جشن نوروز را در شهر باقی سمرقند سیتی تجلیل نمودند. این موضع سیاحتی را سال گذشته در همایش سازمان همکاری‌های شانگهای گشاده بودند و پس از آن حکومت ازبکستان اکثر چهاربینی‌های مهم منطقوی را در اینجا می‌گذراند. اینجا با حوزه هر دیگر دولت‌های تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، سمرقند اهالی ها برای اومده اینجا نوروز گذرانسین. همه خرسند، روز بیرام، هم دوره شوروی این خیلی نوروزهای حاضرن که نمیشد. شوروی دولتمون این خیلی نوروزها با قرچی ببرامد نمیماند. همه آدم‌ها همین نمازخانه‌های هم روزه بداشتگاه‌های هم روستی گرگی کرده میگذراندن. من حاضر مستقلی وقتش با من با هم خیلی ارکینی داده شد که من خیلی جاهایی ساخته برای خلق استفاده بردن. همین خیلی تیارگری های دیگه دولت ما پرزیدنت ما جو می‌نده چون خلق ما می‌نده کلام. شهرهای سمرقند و بخارا را در گذشته گهواره تمدن خلق‌های آریای نژاد و میراثبران فرهنگ قدیمه می‌دانند. از این خاطر هواداران تاریخ و فرهنگ در این ایام برای دیدن مراسم‌های خاص ایدانه نیز آمده بودند. ما مخصوص به نوروز آمدیم برای آنکه فضای ایدانه را حس کنیم و آمدن بهار را احساس نماییم. دیروز در توشکند بودیم، امروز به سمرقند آمده خود را در یک افسانه شرقی احساس می‌کنیم. Здесь такое чувство, как будто в восточную сказку попали. در چند گوشه های این نوروزگاه رسته های ایدانه و انسامبل های هنری نمایش ها داشتند. هنرهای دستی و بازی های ایدانه جزئی از عنعنه های این جشن بود. صنعت اصیل خلقی، سرودهای مردمی و ملی را برای نمایش دادن با گروه همان آمدیم. امروز اساساً تماشابینان ما مهمانانی از دور آمده و سیاحان بودند. در ولایت سمرقند تقریباً 300,000 نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگویند در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. مقامات محلی با تأسیس سازمان جمعیت تاجیکان را متحد کرده است. ساکنانش میگویند حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و آرزومند همکاری‌های بیشتری فرهنگی و هنری اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.